برای اولین بار در روستای زاهیه حمودی دسفول 0.5 هکتار به کشت چای ترش اختصاص داده شد. اینجا مزرعه آقای رحمانی است، جوانی که برای اولین بار اقدام به کشت چای ترش نموده است. حدود به 0.5 هکتار به صورت آزمایشی کشت شده و انشاءالله این محصول در سال آینده گسترش بیشتری خواهیم داد. چای ترش یا چای قرمز علاوه بر ارزش اقتصادی بالا دارای ده‌ها خواص دارویی و آرایشی بهداشتی است. از این چای میشه برای نوشیدنی سرد و گرم استفاده کرد. این چای خواص دارویی زیادی داره که سرشار از آهن و مس و ویتامین C هستش و میتونه برای کاهش استرس، فشار خون و اختلالات کبدی و کاهش وزن کمک کنه. پیش بینی می شود 300 کیلوگرم چای ترش در این مزرعه برداشت شود. با افزایش سطح زیر کشت چای ترش در شهرستان می توان علاوه بر فروش این محصول در بازارهای داخلی زمینه صادرات آن را نیز فراهم نمود. سعید اسفند، خبرگزاری صدا و سیما، روستای زویه حمودی، بخش مرکزی دسفول.